من در کشور افغانستان یک دو شریک تجارتی داشتم و میخواستم به نزد آنها روم، ولی در همین وقتها به من یک نفر که در راه بندر شیرخان تصادفاً شناس شده بودیم و یک سال قبل یک مرتبه با او هم صحبت شده بودیم در شهر دوشنبه، خود را همچون تاجر همچون صاحبکار افغان معرفی کرد و ما هم صحبت که بودیم هیچ مناسبتی داد و گرفت و تجارت نداشتیم، ولی تلفنی التماس کرد با تلفن که بیا اینجا یک قرارداد امضا میکنیم و در مدت یک ماه تخمین 13-14 مرتبه تلفنی بسیار با اصرار طلب کرد که من بیایم که اونجا قرارداد امضا کنیم و همکاری کنیم. و من روز 26 اپریل سال روان با ماشین حرکت کردم به طرف افغانستان. تنها فقط خودم تنها حرکت نمودم و این آدم به من گفت که وقتی که به نزدیکی کابل میایی به من تلفن کن. من به نزدیکی کابل آمدم و به او تلفن کردم. محل کجا بود؟ کدام ولایت؟ در نزدیکی ولایت پروان در چاریکار، مرکز ولایت کاروان چاریکار. و این آدم گفت که بیا اینجا مهمان می باشیم خانه یک حاجی دوست ما و صبح می روی نزد رفیقانت همکارانت به کابل. و من و بنشین منتظر شو گفت در قهوه خانه پنشیر در مرکز چاریکار. و من منتظر شدم. او گفت بعد از نیم ساعت 40 دقیقه میام، ولی نزدیک 3 ساعت من او رو منتظر شدم که البته هوا تاریک شده بود. آمد همراه یک نفر دیگر و با ماشین نشستیم و گفت که میرویم خانه همون حاجی رفیق ما مهمان میباشیم، صبحکی حرکت میکنیم. و من به او گفتم که در این تاریکی چی لازم است که ما کجا مهمانی رویم؟ من بهترش کابل میروم، چی صحبت باشد بیا همینجا صحبت میکنیم. میگفت اینجا یک مهمانی میرویم دوست ما است. و ما با ماشین نشستیم و ماشین حرکت کرد به سمت کوه و تپه. من گفتم تو ما کجا میرویم در این تاریکی، در این وقت که دیر شده است، تاریک شده است. او گفت هیچ گپی نیست، همینجا مهمانخانه‌اش نزدیک است. و ما هم وقتی که از تپه بلند شدیم دو سلاح به دست در پیش ماشین پیدا شدند. یکی تپانچه داشت با لباس عادی و دیگری با لباس نظامی، در دستش اتومات کلاشنیکوف بود. و زود به اون دو نفر نگاه نکردند و آمده مرا از ماشین بیرون کردند. حجت ها و سمکم را گرفتند، پولی که در کیسم بود همه چیز را گرفتند و چشم مرا با سکوچ بسته باز به ماشین نشاندند و همون تپانچه در سر من نگاه می داشتند. اون رفیقتون کجا شد؟ و وقتی که همون سکوچ را با چشم من بسیار سخت بستند و نفسگیری برایم بسیار مشکل بود و من همین سکوچ را کم در بلند برداشتم، گفتم نفس نمیتونم نفس کشیدن، با تپانچه یک دو تا زدن، خب شو گفتن که میکشمود. که من با چشمم دیدم که همون نفری که مرا دعوت کرده بود حاجی عبدالقهار، او دو دستش در میانش راست ایستاده بود و به طرف ما نگاه میکرد. من فهمیدم که دیگه چاره نیست، این مخصوص مرا دعوت کرد برای اینکه مرا دستگیر کند، گروگان گیرد. و من میگفتن که تو به دست طالبا افتادی، طالبا از تو پول کلان میخواهند. ولی به گمانم اینها اما آدم دوزها بودند که خودشان را طالب معرفی میکردند و همون نفر عبدالخوار پیدا شد و مثل آن که گله میکرده باشد گفت اکه علاوالدین اینا منو میکشن، من پول ندارم، تو پول پیدا کن، اینا $500,000 میخوان. بعد این روز دیگرش بعد به سر من یک نفر دیگر آمد، بسیار واهمه میکردن که مولوی است، خماندان کلان است، مولوی آمد و آمد سر و صدا شد. 3-4 نفر آمدن و یک نفر به من بسیار داد زد، گفت که تو پول میدی، پیسه میدی. چقدر میدی؟ 500,000. من گفتم من اینقدر پول ندارم، خیلی $300,000 تا روز جمعه وقت داریم. من گفتم چشمم بسته بود. من گفتم من در وطن شما آمدم، من غریب مسافر، من از شما قرضدار نیستم، یگان کاری خراب نکردم،
با شما جنگ نکردم، چرا این تو کار کردید شما؟ خب شو گفته یک دو تا با همون قندوق افطمر زدن. نام نیست، من کسی رو نمیبینم، چشمم بسته تاریکستان. و گفتن تا روز جمعه وقت داری، اگر کشته میشی مهلت هم کسی نمییابد، $300,000 پیدا میکنی. و 3 لک یعنی 300,000 یعنی $300,000. و علاقه تلفنی هم نبود. تنها فرداش به من تلفن دادن، من با یک همون شریک افغانی هم صحبت کردم، او که بسیار به تفاوت به پروانه صحبت کرد. من گفتم من در دست همین طول نفرا قاتلم، پول میخوان، تو یک گلوچ کن مرا آزاد کن. او کمی به پروانه گفت که من ایلش یک دو روز فکر میکنم. و من اجازه دادن، نامل شماره خانه رو از من پرسیدن، من شماره رو گفتم و من رو با خانم پیوست کردن. خانم گیران شد، گفت که چرا کجا شد شما 2 روز شد تلفن نیست. من گفتم به خانم که من زنده صحت سلامت هستم ولی در دست طالبا هستم. اما آدمی که در بالای من میستاد نگاه میکرد منو، گفت که بگو که در دست طالبا هستم. در دست طالبا هستم، اینا 300,000 میخواهند، پول جمع کنید که من آزاد کنید. و تلفن قطع شد و دیگر من با کسی قطع شد یا گرفتن از دست؟ گرفتن از دستم، تلفن گرفتن، قطع کردن. من خبر به خانه رسید که من در این احوال هستم. مناسبتشون با شما چی بود؟ مثلا کوب میکردن، بد رفتاری میکردن نسبت شما؟ نه، در همین مدتی که من در اونجا بودم به استثنای 1 یا 2 مراتبه اونا لطوکوب نمیکردن، رفتار بد نداشتن، ولی حالتی که من را نگاه میداشتن در تخانه هوا نمیرسید و من در همین 30 شبانه روز نه روشنایی رو دیدم، نه آفتاب رو دیدم، نه روی کسی رو دیدم. چشمم با همون دستمال افغانی سخت بسته بود، در گوشم پخته زیر میکردن، بسیار سخت پخته رو زیر میکردن. و همون وقتی که اگر ناخواست من بسیار در حالت تنگی می افتادم، همون دستماندهایم رو سوس میکردم یا که دستمالی که به چشمم بسیار درد میکرد، چشمانم کمی اون آزاد میکردم، سوس میکردم. در همین دفعه یکان دشنام کمی یک ضربه نچندان سخت همینطور گپا بود و در همین 30 روز پایهایم بسته، دستهایم بسته و بعضی حالت ها میشد که دست ها رو به عقب میبستند که این تماما حالت انسان خراب میشد، کتفا میسوخت، نفس گرفتن نمیشد. 3-4 نفر آمدن، من حس کردم که یک نفر نیست، 3-4 نفر. بعد همون رفیقی که پاسبان اساسی من بود و به من یعنی که کوشش میکرد که من محافظت کنم که رنج ندیم، سخنهای خوب میگفت. گفت اکا بخی مولوی رحم کرد به تو آزاد هستی. مولوی کی؟ مولوی همون بعضی گفته اونا همون قماندانی که در جایی که من بودم، قماندانی همونا، راهبری همونا که این مسافر است، غریب است، مهمان است، اینا نکشید ببرید که نزد فرزندش شود. بعد من راست گفت بسیار احوالم، اعصابم که خسته شده بود، بسیار جسمم که ضعیف شدگی بود، از جایم که نمیخواستم، در حالت بسیار خراب بودم. من گیلان شدم، من گفتم به اصلت شما را میکشید، لیکن التماس که این مرده من در یک جای پرتایید که مرده من پیدا کنم به وطن روان کنم. بعد اون بچه گفت اکا به قرآن شریف قسم گفت تو آزاد هستی. اینا گفت ببین گفت و زنجیرهای سخت آهنی که پایهایم بسته شدن، زنجیرهای باز کرد، دستم باز کرد، ولی گفت چشمات باز نمیکنم، برعکس چشم رو باز با هم دستمال افغانی سخت‌تر بسته کرد. من گفت سمکتم آوردیم، بکستم آوردیم، اسنادات پاسپورتات هم هست، خیلی باسط گمشت است. گفت خط پاسپورتات هست. گفت بخیز که تو آزاد هستی که وکا. بعد گرفت در باگاژ ماشین من ماند، ولی من البته هیچ باوریم نبود، گمان کردم که اینا منو میبرن به جای باز میکشن، چون که هر 3-4 روز یک تهدید بود که کشته میشی. و ماشین حرکت کرد و او به من گفت همین آدم که ما تو رو به سمت کابل نمیبریم، چون که همون رفیقایی که تو دستگیر کردن و اون یک همکاری تو که هست، اونا در فکر کشتن تو هستن، ما تو این طرف به سمت قندوز میبریم. و تقریبا ساعت
7 شام بود، 7 شب بگاه بود یا 8 بگاه بود که ماشین با بسیار با سرعت تیز حرکت کرد به سمت راست، یعنی به سمت قندوز. من حیران میشدم که اینا مرا به کجا میبرن و در بگاژ ماشین که من بودم ماشین دوبار ایستاد، 2 نفر پایان شد و ماشین بعد با حرکت کرد به سمت یکی فهمیدم که صدای ترمز ماشین و صدای سیگنال ماشین‌های کلان کلان. ما فهمیدم که ما در داخل پیروی عقبه سولنگ هستیم و از عقبه سولنگ هم گذشتیم، پایان شدیم. بسیار زود حرکت میکرد و وقتی که آمدیم به سمت قندوز یکی ماشین ایستاد، بعد بگاژ باز کردن، مرا از ماشین پایین کردن، همون سومکام به دستم خپوندن، از کیفم گرفته پایین فراوردن. گفتن 1 ساعت از جای نمیخیزی، اگر نه کشته میشی، 1 ساعت همین سرت خم در همینجا میباشی. و این آدم حرکت کرد رفت، منم در همینجا نشستم 1 ساعت نشستم که صدای سگ برآمد. به طرف سگ 1-2 سنگ پرتافتم، سگا رفتند. بعد از جایم برخاستم که ببینم که راست ایستاده نمیتونم، غلطیدم به زمین. 2 مرتبه باز خواستم، این دفعه با کسی چپ به زمین غلطیدم. بعد چشمانم را آهسته آهسته باز کرده به طرف راه نگاه کردم که اون ماشین نیست و آسمان استارزا را دیدم. بسیار باورم آمد، خوشحال شدم که من زنده هستم، من آزاد شدم.